سلام، به پادکست اینسپایرینگ جرنیز خوش اومدید. با سری پادکست های اینسپایرینگ جرنیز در خدمتتون هستیم. این پادکست تحت نظر IEEE ایران سکشن تهیه و منتشر میشه که توی این پادکست قراره با افراد موفق در زمینه‌های مختلف گفتگو داشته باشیم و از تجربیاتون ها استفاده بکنیم. اگه به این نوع محتوا علاقه دارید، ما رو توی اینستاگرام و کست باکس با آیدی IEEE ایران _IJ دنبال کنید. قبل از شروع مصاحبهمون از دکتر قوی فکر، رئیس کمیته یانگ پروفشنال IEEE ایران سکشن، دعوت می‌کنیم تا درباره اهداف این پادکست توضیحاتی داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام عزیزان در گوشه گوشه کشور پهناورمون ایران و تمام ایرانیان سرافرازی که در هر کجای این کره خاکی مشغول افتخار آفرینی هستن. واقعیتش ایده اولیه این پادکست در کمیته یانگ پروفشنال IEEE ایران سکشن مطرح شد. حالا با توجه به اقبالی که به رسانه‌های دیداری و شنیداری در مقایسه با رسانه‌های نوشتاری به وجود آمده بود، آنچه که میتونست در قالب یک خبرنامه یا حتی گاهنامه در واقع منتشر بشه، بنابر اون شد که در قالب این پادکست و در طی اپیزودهای مختلف معرفی چهره‌های موفق ایرانی پرداخته بشه. نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت هست این هست که در این پادکست ما به دنبال ارائه یک مدل یا تعریف مشخصی از چهره موفق نیستیم. حالا به این شکل مثلا اساتید با ایندکس فلان یا دانشمندان 1%، 2%، در این حال که مخاطبین ما صرفاً در حوزه اکادمیک سعی خواهیم کرد نباشند و چهره‌های شاخص صنعتی، کسانی که در حوزه‌های کارآفرینی فعالیت دارند، در فیلدهای تحقیقاتی مرتبط با IEEE البته، و اینکه به هر حال یک چهره موفق میتواند یک استاد موفق، یک دانشجوی موفق، یک کارآفرین موفق، کسانی که دستاورد قابل ارائه‌ای دارن یا توانسته باشن یک خراش کوچکی رو بر پیکره دانش بشری ایجاد کرده باشند، میتوانند مخاطب ما باشند. به هر حال همونطور که در عنوان پادکست هم مشخص هست، ما بیشتر به دنبال شنیده شدن داستان ها هستیم. مسیرهای زندگی، فراز و نشیب‌ها، پستی‌ها و بلندی‌هایی که در زندگی این عزیزان رخ داده، تجربیاتی که گاهی واقعاً به بهای هزینه‌های بسیار سنگینی به دست آمده و الان میتونه هم در این حال که جذابیت‌های خودش رو داره یک چراغ راهی باشد برای کسانی که در ابتدای این مسیر قرار دارند. در پایان لازم هست که از هیئت رئیسه محترم بخش ایران IEEE تشکر کنم و همچنین از تمام عوامل اجرایی و دوستانی که در تهیه اپیزودهای مختلف این مجموعه زحمت میکشن، از لول بندی صدا تا طراحی سوالات و ارتباط گیری و اینها، بی نهایت سپاسگزار هستم. همچنین از مخاطبین محترم پادکست، با توجه به اینکه در شماره‌های ابتدایی هستیم، حتما خواهش میکنم که فیدبک های خودشون رو از طریق راه‌های ارتباطی در اختیار دوستان قرار بدن. در حوزه های مختلفی مثل سوالاتی که پرسیده میشه، اگر احساس میکنید جای مباحثی خالی هست حتما بفرمایید. و همچنین واقعا در معرفی ما یک سری ایرانیان پر افتخار مهجوری داریم که شاید بدان شکلی که بایسته و شایسته هست در واقع شناخته شده نباشند. مخاطبین ما میتوانند این عزیزان رو معرفی کنند تا ما در اپیزودهای مختلف بتوانیم گپ و گفتی رو هم با این دوستان داشته باشیم. هر حال امیدوارم این مجموعه بتونه به مرور جای خودش رو میان قشر نخبه و فرهیخته ایرانی پیدا کنه و حداقلش این هست که تبدیل به محملی خواهد شد برای ثبت خاطرات و نام‌ها و یادهای اون دسته از ایرانیان پر افتخاری که از شرق تا غرب این کره خاکی مشغول فعالیت هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. در خدمتتون هستیم با سری پادکست های اینسپایرینگ جرنیز از IEEE یانگ پروفشنال بخش ایران. بنده محمد قادرزاده هستم، از اعضای تیم یانگ پروفشنال با همراهی جناب دکتر امیر امینزاده قوی فکر، ریاست محترم IEEE یانگ پروفشنال بخش ایران. در این بخش مفتخر هستیم با یکی از دوستان موفق دیگرمون از اقصا نقاط دنیا، جناب دکتر بابک عنایتی، صحبت کوتاهی داشته باشیم. بسیار خوشحالم که ایشون رو امروز در این سری از پادکست داریم. قطعا یک گفتگوی بسیار جذاب رو در ادامه خواهیم داشت.
یک معرفی کوتاهی میکنم ابتدا از آقای دکتر عنایتی و بعدا هم سراغ صحبت اصلیمون با ایشون خواهیم رفت. آقای دکتر بابک عنایتی لیسانس برق از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای مهندسی برق از دانشگاه کلارکسون آمریکا رو دارن. ایشون تجربیات فراوانی در زمینه‌های صنعتی و همچنین IEEE دارن. در حدود 13 سال در بخش‌های اصلی نشنال گرید از بخش انجینیر تا منیجر نقش آفرینی کردن. در حال حاضر دایرکتور آف انجینیرینگ شرکت نیولیف انرژی در آمریکا هستند و همچنین در شرکت آمسون در بلژیک به عنوان استراتژیک ادوایزر فور بیزنس مشغول به کار هستند. آقای دکتر قوی‌فکر در خدمت شما هست. مرسی محمد شاه. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت تمام عزیزانی که در هر گوشه دنیا صدای ما رو از طریق این پادکست اینسپایرینگ جورنیز میشنون. امروز هم مفتخریم که در خدمت یکی دیگر از ایرانیان پر افتخاری هستیم که در واقع لطف کردم وقت خودشون رو در اختیار این پادکست قرار دادم. مطمئنم گفتگوی خوبی خواهد شد. دکتر بابک عنایتی عزیز که بالواقع از لیدرها و فاوندرهای حوزه انرژی هستند و امروز مطمئنم که بسیار بحث‌های جذابی رو خواهیم داشت. هستیم خدمت شما های دکتر. اگر شما یه سلام علیکی رو با مخاطبین ما داشته باشید بعداً که محمد جان دیگه بحث رو ادامه خواهند داد. بله حتما. ممنون محمد جان و امیر جان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و همچنین شنوندگان عزیز امیدوارم که این زمانی که با هم میگذرونیم و بحثی که خواهیم داشت مفید باشه برای همه عزیزان. در خدمتتون هستم. آقای دکتر عنایتی همونطور که مستحضر رسید از پایونیرها در IEEE جهانی هم هستن و یکی از وایس پرزیدنت های IEEE PES پاور اند انرژی هستن و مدت زیادی هم در این سمت ها حضور داشتن. من خیلی دوست دارم کوتاه خودتون رو معرفی کنید. اهل کجا هستید؟ تحصیلاتتون رو چطوری شروع کردید و چطوری این سفر رو به یکی از دورترین نقاط دنیا یعنی آمریکا که از ایران فاصله زیادی داره طی کردید؟ ما در خدمت شما هستیم. حتما. من بچه آذربایجان هستم. اسم سلماس به گوشتون خورده یا نه؟ یه شهر کوچیکی هست، شهرستان کوچیکی هست نزدیک ارومیه. 1 ساعت با ماشین فاصله هست اونجا به دنیا اومدم. تا دوم راهنمایی سلماس بودم و دبیرستان و سوم راهنمایی رو ارومیه ما منتقل شدیم. ارومیه کار پدرم اونجا منتقل شد و اونجا مخابرات بودم و دبیرستان که اونجا بودم و برای دوره لیسانس که همونطور که فرمودیم محمد جان رفتم دانشگاه تبریز و بعدش هم که اصفهان و 1 سالم استرالیا بودم قبل اینکه بیام آمریکا و از سیدنی 1 سال زندگی کردم. حالا اگر صحبتی شد بعداً در مورد دلایل مهاجرت و اینا هم صحبت میکنم و سال 2006 اومدم آمریکا. تقریبا الان فکر کنم 17 سال. بسیار عالی. چطور شد که اصلا مهندسی برق رو انتخاب کردی؟ چطور دوست داشتی که مهندس برق بشی؟ والا از بچگی به برق خیلی علاقه داشتم و مثلا خب پدرم هم خب خیلی تو کارهای تعمیرات و این چیز مثلا لوازم برق و اینا تو خونه خیلی به قول اینجا مثلا hands on experience، یعنی کسی که خیلی دوست داشت مثلا لوازم برقی خونه رو تعمیر کنه. من خیلی کم دیدم مثلا یکی بیاد خونه ما چه میدونم مثلا ماشین لباسشویی رو حالا یخچال رو چیزا رو تعمیر کنه. پدرم همه این کار رو انجام میداد و اصلا اون بچگی من اینا رو دیدم و اصلا با اینا با این جور چیزا بزرگ شدم و این برای من یه به قول معروف اینسپیریشن، یه حسی توی وجودم بود که منم دوست دارم این کارا رو بکنم. حالا اون موقع دیگه پاور سیستم و این چیزا هنوز تو فکرم نیومد بود، ولی خب بیشتر دوست داشتم با چیزای برقی آشنا باشم. مثلا کتابایی که میخوندم تو بچگی بیشتر مثلا به این چیزا ربط داشت به جای حالا داستان‌ها، و بیشتر کتابای برقی رو میخوندم و
خب این باعث شد که یه ذره اون حس مهندسی تو وجودم حالا این شکل بگیره و بعدا هم که خب بیشتر با رشته برق آشنا شدم، دیدم که پاور سیستم یا برق قدرت اون رشته هست که من واقعا میتونم توش اون چیزی که میخوام رو به دست بیارم. یعنی حالا علاوه بر خب قطعا همه مثلا به فرصتهای کاری و اینا فکر میکنن، ولی در مورد من بیشتر علاقه بود و تقریبا همه کارهایی که تو زندگی کردم اولش علاقه بود. ممکنه مثلا یه سری فرصتهای دیگه باشه که حالا مثلا فرصتهای کاری بهتر وجود داشته باشه، ولی من بیشتر سراغ علاقم رفتم و اینجوری بود که خب تونستم خب بعد قبول بشم و این رشته رو ادامه بدم. قطعا من پزشکی رو اگر انتخاب میکردم هیچ پیشرفتی توش فکر نکنم داشتم، چون همون اصلا یک خون معمولی هم من نمیتونم ببینم تا چه برسه به که بخوام پزشکی رو ادامه بدم. اصلا من اولش فهمیدم که پزشکی اصلا تو خون من نیست. آره، سفرتونم از تبریز شروع شد. اول رفتید دانشگاه تبریز لیسانس. اونجا چطور بود شکلگیری اون دیدتون نسبت به مهندسی برق تو این دانشگاه شکل گرفته؟ این دانشگاه رو چطور میبینید؟ چطور بود دوران کارشناسیتون؟ چطور شد که شما رو علاقه‌مندتر کرد که ادامه بدید، برید دوره مستر بخونید، دکترا بخونید و هی ادامه بدید به بالاتر برید؟ میخوایم خیلی دوست داریم که اینم بشنویم که دانشگاه تبریز چطوری در شکلگیری دید شما تاثیر داشته. بله، دانشگاه تبریز یه دانشگاه ریشه داری، یه دانشگاهیه که شما وقتی واردش میشین و با چند تا از اساتید مختلف اونجا صحبت میکنین، یه دید خیلی قوی به شما میده که چه مسیری رو شما میتونین برین جلو و پیشرفت بکنین تو کارتون. من خیلی خوشحالم که این مسیر جلوی راه من، یعنی جلوی من بود و من تونستم مسیر رو برم. اساتید خیلی حالا به قول عامیانه گردن کلفتی، خیلی کسایی که واقعا برای خودشون شخصیتی هستن در علم پاور سیستم. اساتید مثل الان جایی که یادمه دکتر حسینی بودن و دکتر تینتی، دکتر فیض، دکتر فیضی. اینا من با همه عزیزان درس داشتم و حالا خارج از درس خدمتشون میرسیدم برای راهنمایی و اینکه از تجربیات این عزیزان استفاده بکنم. خیلی خوششانس بودم که این فرصت رو من داشتم که در کنار این عزیزان رشد بکنم و دانشگاه تبریز هم تو گفتم از این فرصت ها زیاد داره، مثل حالا چند دانشگاه دیگه ایران، دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان و دانشگاه دیگه. خیلی توی شکلگیری مسیری که میخوام انتخاب کنم نقش داشتن این اساتید. حالا من چند تا رو اسم بردم، اساتید دیگه هم بودن که واقعا به من کمک کردن تو این مسیر. بعد از اینکه دوره کارشناسی تمام شد خیلی دوست داشتی که ادامه بدی و من میدونم که تو اون زمان تو ایرانم توی شرکت‌های آرندی هم کار کرده بودی، اما تصمیم گرفتی بیای و مستر بخونی و کارشناسی ارشدت رو ادامه بدی در دانشگاه صنعتی اصفهان. از کوتاه در مورد تجربه اصفهانت هم به ما بگو، چون اونجا هم یه دانشگاه باریشه است، یکی از دانشگاه خوبیه که ما الان فارغ التحصیلاتشون رو تو جای خیلی خوب دنیا داریم میبینیم. دانشگاه صنعتی اصفهان، خب ببینید من خیلی دوست داشتم، قطعا یعنی پی اچ دی و دوره دکترا و بعدش هدف من بود. یعنی از همون اولش احساس میکنم ببینید شما وقتی وارد دوره تحصیلات تکمیلی میشین، اون علمی که یاد میگیرین رو میشه آدم مثلا توی تجربه کار هم به دست بیاره. حالا این تجربه شخصی منه، اینو میگم، ممکن عزیزان باش موافق نباشن. مهم اینه که توی دوره تحصیلات تکمیلی نحوه پژوهش رو یاد میگیرین. اینکه شما یک چیز رو، یه پروژه تحقیقاتی یا اصلا هر چیزی توی زندگی
یه مشکلی هست، یه چیزی میخواین حلش کنید، اصلا دوره تحصیلات تکمیلی به شما این رو یاد میده که چطور میشه تحقیق کرد، چطور میشه یه مشکلی رو حل کرد، چطور شما باید از اون کامفورت زونتون، از اون چی میگن، اون جای راحتی که هستیم بیاین بیرون و برین تحقیق کنیم و بیاین مشکل رو حل کنیم. و من دوست داشتم که توی دانشگاه دیگه این تجربه هم داشته باشم. احساس کردم که اون درسایی که من باید دانشگاه تبریز میگرفتم رو گرفتم، چون میگم همونطور که گفتم اساتید خیلی خوبی کار کردم و اصلا دانشگاه صنعتی اصفهان خب این فرصت رو داشتم که با اساتید دیگه مثل دکتر معلم، دکتر سلطانی، دکتر صفایان و کسای دیگه کار بکنم از نزدیک و اون عزیزانم تونستن یه دید دیگه رو به من نشون بدن و یه نوع دیگه از تحقیق و پژوهش رو به من یاد بدن که خیلی فرصت واقعا خوبی بود. مقالاتی که نوشتیم با اساتید خیلی مقالات خوبی بود و یه جایی بود که من برای پروژه درسی یادم درس کنترل ما میتونستیم مثلا مقاله بفرستیم برای پروژه درسی که دانشگاه صنعتی اصفهان داشتم و اینا خب فرصت‌های خوبی بود که من بتونم خودم برم تو کنفرانس‌ها و با کسای دیگه آشنا بشم و قطعا فرصت‌های یادگیری بیشتری برای من فراهم شد. خیلی هم خوب. میدونم که اینجا ما با یه بحث جذابی روبرو هستیم. من نمیخوام اینو مستقیم برم سر آغاز دوره پی اچ دی تون، دوست دارم مسیر رو با هم بریم. شما مسترتون رو تموم میکنید و تصمیم میگیرید که مهاجرت کنید و میرید استرالیا. خیلی دوست دارم از اون تجربتون و اینکه چطور یه آدم میتونه با انگیزه، با همون ایمان به خودش کاری بکنه که مسیرش رو تغییر بده در زندگی. ما از این تیپ سوالا خیلی اینجا داریم، ولی خیلی دوست دارم که اون مسیر رو با هم بریم ببینیم که چطور از اصفهان میری به سیدنی و از سیدنی میری به کانادا و از کانادا میری به آمریکا، یعنی برمیگردی استرالیا بعد میری به آمریکا. چون این فکر میکنم یک چیز انگیزشی هست که آدم وقتی که فکر میکنه میتونه چیزی رو درست بکنه و اگه به خودش ایمان داشته باشه این چیز رو درست میکنه و اون راه رو میسازه و شما از اون کسایی بودید که من میدونم اون راه رو ساختید و دوست دارم این مسیر رو از اصفهان به سیدنی بریم ببینیم چطوری دکتر عنایتی تصمیم گرفت بره سیدنی و اونجا چیکار کرد. حالا مسیر طولانی بود 14 ساعت خیلی طولانی هم واقعا. عرضم خدمتتون که دلیل مهاجرت من فقط علمی نبود. حالا دیگه بحث علم رو یه ذره بذاریم کنار و وارد زندگی بشیم. هدف اول من از مهاجرت استقلال بود. فقط استقلال مالی نه، ولی از هر نظری. حالا دیگه میگم خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم و دوست داشتم که این استقلال رو تجربه کنم و قطعا دورای دکترا هم نظرم بود، ولی اولین قدم برای من این بود که تکلیف خودم با خودم مشخص کنم و این کارو کردم. رفتم استرالیا 1 سال و اونجا فقط کار کردم و این خب سختی خودش هم داشت، ولی خوشحالم که این کارو کردم چون سختی اون دورانی که من تو استرالیا داشتم برای من کمک کرد که اون قدمی رو که من باید بردارم تا به خودشناسی برسم، ببینم کی هستم، چی دوست دارم و چه مسیری رو میخوام توی زندگی ادامه بدم. این برای من خیلی مهمتر از پیشرفت علمی بود و موقع که اونجا بودم هم حالا یه فلش بک که نمیشه گفت، یه پوینتی هم اونجا بگم خدمتتون. خب هدف من رسیدن به دوره دکترا بود. خب من مثلا اونجا تحقیقم میکردم، ریسرچ هم میکردم، یه مقاله‌ای دادم
توی کنفرانس آیکان توی مونترال کانادا سال 2005 قبول شد و من اومدم کانادا و اونجا چند تا از اساتید اینجا بودن و رزومه منو دیدن و بلافاصله همونجا یکیشون گفت که من با ماموشین صحبت میکنم و شما اصلا نمیخواد درخواستم بدین و یه پروسه فرمالیته است، شما همینجا قبول اینو کارهای پذیرش دکترا همونجا انجام شد و خیلی خوشحال شدم که من اون تصمیم رو گرفتم که این تجربه شخصی رو داشته باشم و مسیر دکترام از اونجا به هر حال باز شد. حالا سفر سیدنی به آمریکا هم یه سفر طولانی 24 ساعته دیگه است که حالا اونم بعداً صحبت. بسیار عالی. میدونی خب حقیقتاً هدف از این پادکست هایی که ما داریم اینه که به دانشجو بگیم این مسیر رو چطوری آدم موفق طی کرده. همیشه یک راه صاف نیست که آدم با سرعت تو این راه بره. راه خیلی پیچ و خم داره، خیلی فراز و نشیب داره، به قول آمریکایی آپ اند داون داره و این مسیر همیشه یه مسیر هموار نیست و آدما خودشون رو توی شرایط سخت پیدا میکنن، میفهمن که کی هستن و چطور میتونن از توانایی‌های خودشون استفاده کنن. قطعا شما یکی از کسایی هستید که تو زندگیتون با موانع زیادی برخورد کردید و اون موانع باعث شده که شما بیشتر پیشرفت کنید، چه در زندگی کاری چه در زندگی علمیتون همینطور و همچنین زندگی شخصیتون در آمریکا یا در ایران. من خیلی دوست دارم از اون موانع بپرسم، ببینم که مثلا وقتایی که شما با این مانع ها برخورد میکردید چطوری به خودتون رجوع میکردید، اون ایمان به خود چطور بود که تونست اون موانع رو از سر راه برداره و شما رو به اون نقطه‌ای که دوست دارید، به اون مسیر علمی که دوست دارید یا کاری دوست دارید برگردونه. خب همیشه زندگی روزای خوش نداره، روزای بدم داره و اون خیلی دوست داریم از این بشنویم، چون بچه‌ها تو ایران الان فکر میکنن که شاید خیلیاشون فکر میکنن با مهاجرت کردن تحصیلی یا کاری میتونن شاید به اون آرمان شهر، اون اوتوپیای خودشون برسن و فکر میکنن مسیر همیشه اونجا هم یه مسیر همواره، یه مسیر که صافه. خب کافیه تو بری تو مسیر و کار رو شروع بکنی همه چی اوکی میشه. اما من فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. همه جای دنیا چالنج‌های خودشو داره. خیلی دوست دارم از اون چالنجایی که داشتی از ابتدایی که بعداً وارد مسیر دکترات شدی، مسیر کاریت شدی، چالنج‌ها چطوری بود؟ چطوری تونستی از پسشون بر بیای و چطور شد که تونستی یه ورژن جدید از بابک تو آمریکا موفق تو آی تریپلی توی کار علمی و همچنین کار صنعتی باشی؟ سوال خیلی خوبیه. قبلا حالا موقع که ما جوان بودیم یه آدم ایدئالگرا بودم، یعنی همه چی باید ایدئال بود. خودم رو هی استرس به خودم وارد میکردم که اینو درست کنم اونو درست کنم و وقتی درست نمیشد خب رو خودم تاثیر منفی میذاشت. یه خصلتی رو من تو این فکر کنم یه 10-15 سالی هست که خودم سعی کردم اینو درستش کنم. اونم اینه که 5 سال گذشته زندگیم نگاه میکنم، اصلا حالا این شامل چیزای علمی میشه، زندگی میشه، همه چی. میبینم که چند درصد از کارهایی که کردم یا افکاری که داشتم یا مشکلاتی که برای من به وجود اومده و انرژی که رو اونا گذاشتم، چند درصدشون واقعا ارزش اون انرژی رو داشتن. و تجربه شخصی من این بوده که تقریبا 50-60% مشکلاتی که آدم باش مواجه میشه بعد یه مدتی شما برگردیم و نگاه کنیم میبینید که اصلا اون مشکل ارزش اون انرژی، ارزش اون دست پا زدن و هزار تا چیز دیگه که شما میخواستین اون مشکل رو همون موقع حلش کنین رو نداشتین. و زندگی همونطور که گفتم محمد جان همون آپ اند داون خیلی زیاد داره، برای منم واقعا زیاد داشت مثل کسای دیگه. ولی وقتی شما یه هدفی رو دنبال کنین، بگین که اجندای من واسه زندگی چیه، برای من نوعی همون استقلال، موفقیت کاری و یه چیز دیگه هم که برای من خیلی مهمه اینه لذت بردن از زندگی. من هیچ وقت کار رو فدای
زندگی رو فرای کار نمی کنم که بگم فقط کار که چون مثلا میخوام حالا یه پوزیشنی رو داشته باشم انقدر پول و فلان و بیستار. اینا رو من به این نتیجه رسیدم که اون چیزایی که مثلا قبلا خیلی ذهنم رو مشغول میکرد دیدم که هیچ ارزشی نداشت و این طرز فکر واسه آدم یه به قول معروف اون حس رو میده که الان این مشکل رو من دارم، 5 سال دیگه من برگردم به این نگاه کنم میگم که واقعا من چرا این همه انرژی گذاشتم روی و چرا خودم انقدر اذیت کردم. و به خاطر همین من کلا شخصیتم به نسبت مثلا 25 سال دیگه 20 سال پیش خیلی عوض شده و دلیلش هم همونه که اولا اینکه خب به اندازه کافی مثل همه شما عزیزان سختی و اندازه کافی بوده توی زندگی که آدم تجربه‌های خوب یاد بگیره و دوم اینکه وقتی یه مشکلی واسه من پیش میاد همین الانش هم اینطوریه بهش یه زمانی میدم و میگم که خب حالا چقدر انرژی واقعا من باید بزنم که این مشکل حل بشه، حالا اگر حل نشه چی میشه و بعضی وقت اون آنالیز رو که توی ذهنم میکنم میبینم که نه اتفاقا خیلی هم اون مشکل خیلی بهتر حل شد، با استرس کمتر حل شد و یه جوری هست که خود منم راضیم چون از به قول معروف از سلامت روحی و روانی خودم و فیزیکی خودم هم تکیه کردم. خیلی عالی. خب من خیلی دوست دارم در مورد دوره دکتراتون تو آمریکا اون مشکلاتی که داشت چطوری بود. شما اومدی آمریکا تو دانشگاه کلرکسون پی اچ دی تون رو شروع کردید و توی موضوع پاور سیستم و موضوعی که شما خودتون بهش علاقه‌مند بودید شروع کردید بهش و دکتراتون رو ادامه دادید. چالش‌های پیش روی زندگی علمیتون اونجا چطور بود توی آمریکا به عنوان کسی که اومده توی یک دانشگاه توی فرهنگ جدید داره درس میخونه دکترا میخونه؟ اونجا چطوری بود؟ اونجا آیا به این نتیجه رسیدی که باید اوت آف باکس فکر کنی یا نه بازم اون استرس های خاص خودتو داشتی یا با استرس ها چطوری مقابله میکردی؟ خیلی دوست دارم اینها رو هم بگیم. ببینید این راهی که من انتخاب کرده بودم برای دوره پی اچ دی من خیلی دوست داشتم اصلا، یعنی یه مشکلی توی مثلا تحقیقاتم ریسرچ که داشتم مثلا پیش میومد اینا اسمش من چالش نمیذارم، بیشتر مثلا خیلی دوست داشتم میگم چه مشکلی الان باید بشینم اینو حلش کنم و آدم مثلا لذت میبره، چون شما هر مشکلی بخوای حل کنی به غیر از حل اون مشکل 4 تا چیز دیگه هم یاد میگیری و این برای من خیلی ارزش داشت و اینو من به عنوان چالش نگاه نمیکردم. هیچ وقت من توی زمینه علمی نمیتونم بگم چالش یعنی مشکل نداشتم، ولی اینا چیزایی نبود که ذهن منو درگیر کنه که حالا من یه استپ خیلی یه دیوار بلندی جلو میگم باید اینو رد کنم، چون واقعا دوست داشتم. اصلا مشکل وقتی بود من دوست داشتم که مشکل باشه، مشکل چیزای علمی، چون آدم به هر حال هم گفتم که مثلا یه چیزی یاد میگیره و خیلی هم درس زندگی یاد میگیریم از دوره تحصیلات تکمیلی و این چالش ها. قطعا بیشتر چالش های من غیر علمی بود. به هر حال مهاجرت چالش های خودش رو داره، تنهایی، شما وارد یه شهری میشین و دوست دارین دوستای جدید داشته باشین، با دوستای قدیمیتون در ارتباط باشین و فرهنگ کاملا مختلف در آمریکا. خب اینا خیلی در وهله اول یه به قول اینا کالچر شاک، مثلا یه شوکی به شما وارد میشه و طول میکشه که آدم خودش رو با این شرایط وفق بده و خوشبختانه اون زمان، حالا الان یه ذره سخت شده توی آمریکا، ولی خب کار پیدا کردنم خیلی راحت بود.
من 6 ماه قبل اینکه دوره دکترام به اتمام برسه آفر کارم هم رو میز بود و کمپانی‌ها خیلی سخت نمی‌گرفتن. الان بیشتر برای مثلا گرین کارت باید داشته باشین، سیتیزن و این چیزا. اون موقع ویزای دانشجویی هم میشد کار کرد، یعنی کار گرفت. نه مشکل خاصی نبود. چالش‌های همونطور که گفتم بیشتر فرهنگی بود و یه چیزی که توی من هست اینه که خب الان که اینو دارم چطور میتونم این مرحله رو این موقعیتی که من توش هستم رو بهترش کنم. و خب همون outside the box فکر کردن که مسیر من و IEEE از همونجا باز شد. گفتم حالا که من توی این دانشگاه هستم، ریسرچم محدوده به اون نتورکی که دارم توی این دانشگاه و خب اساتیدی که اونجا هستن، چطور میتونم برم بالاتر از این یا بیرون از این باکس. و همون موقع به عنوان student member سال 2006 بود فکر کنم، اواخر 2006 من ملحق شدم به IEEE و حالا اونم که داستان خودشو داره که خوشحال میشم سینیور در واقع IEEE هستن. در واقع در این خصوص توضیح بدم به اینکه الان جایگاه IEEE رو در این کانکشن علمی که لااقل در فیلد ما هست چطور ارزیابی میکنن و در واقع چه تأثیری رو در مسیر علمی شما داشته بابکشان این IEEE و سوسایتی های مختلفی که شما به هر حال مسئولیت دارین در اون سوسایتی ها؟ سوال خیلی خوب بود امیرجان. IEEE بسیار مؤثر بوده توی رشد نه تنها کاری من و بعد این دیدی که من به زندگی دارم. حالا هر دوشو با شما در میون میذارم. از نظر کاری IEEE این ریسورس هایی که هست، اساتید مختلفی که من باشون آشنا شدم تو این مدتی که در IEEE بودم، هم دورانی که student member بودم تا اینکه الان، ببینید پروژه های مختلفی توی IEEE انجام میشه. ریسورس های زیادی هست برای ترینینگ، برای توتوریال، برای خیلی وبکس هایی که هست پر از اطلاعات علمی. یعنی یه جایی هست که شما امکان نداره برین تو و جواب اون سوالی که دارین رو نتونین پیدا کنین. کنفرانس هایی که من میرم همین الانش بعد خیلی وقتم هست که توی IEEE هستم، هر سری که من یه کنفرانسی میرم منتظرم که همون کنفرانس سال دیگه برگزار بشه، چون خیلی چیزا یاد گرفتم. و این برای هم از نظر علمی برای من خیلی موثر بوده و پیشرفت کاری، چون آدم وقتی خب میره مثلا توی این کنفرانس IEEE و با یه سری آدم آشنا میشه، میرین حالا مثلا یه قهوه بخورین، یه شامی بخورین، یه سری سوالای که با کسایی که خب پرزیدنتن، SVP ان، VP ان، اینا که با اینا میشینین صحبت میکنین، اون به قول معروف اون هینت ها، اون چیزای کلیدی که این عزیزان توی موفقیتشون استفاده کردن و به دست آوردن رو با شما میان در میون میذارن و اون بستگی به برها خب علاقه خود شخصی من این بود که اینا رو یاد بگیرم و همیشه سوال میکردم ازش و اینا خیلی توی پیشرفت کاری من تاثیر داشت. و همین الانش هم توی کاری که هستم توی نیولیف، هر وقت که یه نیازی به فرض کنم مثلا کار کانسالتینگ هست یا یه سوالی داریم که مثلا یه سری ریسورس از IEEE میتونن کمک کنن، همونا رو استفاده میکنیم. واقعا من یعنی یکی از بهترین تصمیمایی که گرفتم توی زندگیم این بوده که هم جوین بشم با IEEE و برم توی لول لیدرشپ، چون اون لول لیدرشپ منو با کسای دیگه، با لیدرهای دیگه هم آشنا کرد. بسیار چقدرم توسعه پیدا کرده در فیلدهای حتی فراتر از فیلد خودش. مثلا من دیدم که در حوزه انرژی های سبز، حقوق کارگران، آلودگی به اصطلاح، آلودگی هایی که ایجاد میشه در این حوزه ها هم خیلی داره ایفای نقش میکنه IEEE این در سالهای اخیر. IEEE اتفاقا از یک سال پیش اصلا یه دونه کمیتی برای کلایمت چینج درست کرده
و خود PES ما خیلی کارا انجام میدیم که در مورد کلایمت چینج و گلوبال وارمینگ و گرمایش زمین و خیلی کارهای مختلف انجام میشه. حالا فقط PES نیست، چون من همونطور که میگم مثلا یه کاری که میخوام انجام بدم میگم خب برای کارهای دیگه میشه چیکار کرد، کارهای مثلا outside the box و اومدم جوین شدم به یه سری کمیتهایی که زیر نظر خود IEEE هست جدای از PES و اونجا هم دارن میبینن که خیلی فرصتهای خوبی هست برای یادگیری، برای سرویس دادن به سوسایتی های مختلف مثل همون کلایمت چینج که فرمودید. مرسی که تا اینجای گفتگو با ما بودید. ما در قسمت دوم و پایانی مصاحبه با یکی از ایرانیان موفق در آمریکا هستیم. خب بابک جان، در مورد IEEE صحبت می‌کردی به عنوان یه نفری که بعد از اینکه دوره دکتراتو شروع کردی تو 2006 رفتی تو IEEE. من میدونم که رفتی توی چپتر بوستون، اونجا توی همون قسمت ایژوکیشنش بودی، بعدن وایس چیر بوستون شدی، بوستون چپتر شدی، اونجا هم افتخاراتی به دست آوردید. دوست دارم اینا رو بشنوم. بعد اینکه چطور مسیر باز شد شما رفتی تو PES و تو PES الان شما وایس پرزیدنت برای ایژوکیشن هستید و من میدونم چندین تا مسئولیت دیگه هم داری و خیلی دوست دارم در مورد این بپرسم، چون میدونی این کامیونیتی بزرگی که ما توی IEEE داریم میبینیم باعث رشد تنها شخصی ما خواهد شد، رشد علمی را هم ایجاد خواهد کرد و من یادم هست که شما با منتورهای خوبی در ارتباط هستید، با کسای بزرگی مثل جان مکدونالد که خودش یکی از اون لیدرشیپ های خوب در حوزه انرژی و همچنین حوزه IEEE هست. خیلی دوست دارم این تجربیاتتو بگم، مثلا آشنا شدنت با منتور بزرگی چون جان که انقدر تاثیرگذار بوده در زندگی شخصی و حرفه‌ای تو و در مورد اینها بیشتر به ما بگی. وقتی وارد PES شدم از همون استودنت ممبر و عضو باستون چپتر شدم، من وارد شاخه ایژوکیشن شدم از همون باستون چپتر و خب یه 2 سالی اونجا ممبر ایژوکیشن تیم بودم و وایس چیر شدم برای چپتر و بعد چیر چپتر بودم سال 2006 ببخشید 2016 IEEE کنفرانسی رو اینجا برگزار کرد تو بوستون به اسم جنرال میتینگ. حالا شاید شما اسمشو شنیدین یا بعضی از جنرال میتینگ ها رو شما بودین. توی این جنرال میتینگ من شدم چیر کنفرانس و اونجا بود که خب لیدرهای دیگه IEEE خب خیلی خوششون اومده بود از کار تیمی که من داشتم و از من دعوت کردن که برم توی بورد PES و اونجا به عنوان یه 4 سال ممبر لارج بودم برای اینداستری اوتریچ و بعدش هم که شدم VP of Education. این پروسه بود که من توی IEEE PES طی کردم، ولی همونطور که گفتم یکی از بنفیت هایی که یکی از مزایایی که این IEEE برای من داشته علاوه بر چیزای کاری، آشنایی با کسایی بوده که آدم میتونه به عنوان رول مدل و منتور توی زندگیش انتخابشون کنه و یکی از شخصیتایی که شما فرمودید محمد جان مکدونالد رو من توی یکی از جنرال میتینگ ها دیدم و خیلی باش آشنا شدم و هر سال این دوستی
صمیمیتر شده، بهتر شده و این فقط جان نیست، یعنی که با کسای دیگه هم آشنا شدم تو سفرهای مختلف و یه دید دیگه رو به من میده، اینکه چه فرصت‌های دیگه اونجا هست و چطور میشه این فرصت‌ها رو به کسای دیگه هم معرفی کرد. من خیلی دوست دارم مثلا دانشجوهایی که تو ایران هستن اگر علاقه به برنامه مثلا پروگرام‌های منتورشیپ دارن، اینا رو کانکت کنم با کسایی که میتونن این سرویس ها رو به دانشجوها ارائه بدن. حالا فقط ایران، حالا هر جای دیگه ای، ولی این فرصت ها از IEEE برای من به وجود اومد و سعی کردم که هم برای کارم هم برای زندگیم از این چیزا استفاده کنم. یه چیز حالا خیلی شخصی هم که حالا شخصی که نه، یعنی علاوه بر کارهای IEEE کاری که من یاد میگیرم، اینه که من عاشق سفرم. یعنی 1 ماه من سوار هواپیما نشم اصلا حس میکنم که استخوان‌های بدنم درد میکنه. و اینه که میرم مسافرت که میرم خیلی دوست دارم با فرهنگای اون شهر، اون جایی که میرم آشنا شم، با کسایی که لوکالن، اونا که اونجا زندگی میکنم میشینم حرف میزنم، یا مثلا یه سری چیزایی که مخصوص اون منطقه هست رو انجام میدم. خیلی توی دید من به زندگی تاثیر گذاشته که چه فرهنگ‌های مختلفی بیرون از اون حیطه ذهنی من هست که آدم باید تجربه کنه، چون هم خوبه از نظر روحی، یعنی شما یه چیز فانی هست، یه چیزی که خوش میگذره، یعنی یه حس خوشحالی با آدم دست میده و همین خیلی چیزا یاد میگیرین از فرهنگ‌های مختلف که میتونن بعضی از این چیزا رو زندگی خود شما تاثیر بذاره. معمولا بابکشان افرادی که سفر میرن این پتانسیل رو دارن که 3-4 تا پادکست مجزا در مورد خاطرات سفر اتفاق افتاده و اینا. به همین خاطر من یه لحظه وسوسه شدم که سر این بحث رو باز کنم، دیدم که نمیتونیم رو جمع کنیم. به همین خاطر انشالله در آینده از این خاطرات سفرها بسیار بشنویم. بله دوستان که از اون کسایی هستن که من میدونم عاشق سفر هستن و یعنی 1-2 ماه پیش از ایتالیا برگشتن بعد از یک سفر 21 روزه. خیلی عالی. من خیلی دوست دارم ببینم که شخصیت بابک وقتایی که ناامید میشد چیکار میکرد. یعنی اون موقع‌هایی بود که ناامید میشه، یا مثلا روزایی بود که میخواستی از اون کامفورت زون خودت، از اون ناحیه امن خودت خارج بشی، چیکارا میکردی و چطور باعث میشد که این مشکلاتی که سر راهت بود، حالا چه تجربه کاری چه توی زندگی شخصی، اینا رو چطوری بهش غلبه بکنی و بتونی یه ورژن بهتری از خودت داشته باشی؟ والا من تا حالا تو زندگیم ناامید نشدم. دلیلش هم اینه که یه چیزی رو میخوام به دست بیارم، بعد به دست نمیارم میگم حالا نشد دیگه. یعنی الان به اینجا رسیدم. حالا قبلا که میگم خیلی ایدئالگرا بودم، دیدم خودم دارم اذیت میشم و یعنی الان مثلا خب من یه سری اهداف کاری دارم، یه سری همه خب اهداف مالی دارم، 1000 تا هدف هست، ولی اینا برای من امید و آرزو نیست که حالا مثلا به اون جایی که از نظر کاری نرسیدم خب نرسیدم. مهم برای من لذت بردن از زندگی و اینم همه جا میشه لذت برد. تو ایران هم میشه لذت برد، خیلی هم خوب میشه لذت برد، اینجا هم میشه لذت برد. مهم اینه که شما اون چیزهایی رو پیدا کنید تو زندگی که شما رو خوشحال میکنه و اگر من بتونم امروز خوشحال باشم، اون چیزهایی که خوشحالم میکنه رو داشته باشم، مهم نیست که من فردا مثلا یه پروموشن کاری میگیرم یا نمیگیرم. دید شخصی من اینه. حالا بعضی وقتا خب کسایی که نزدیک من هستن و با من زندگی میکنن مثلا یه اتفاق میفته، خب من میگم خب حالا دیگه چیکار کنم، شد دیگه. میگم یعنی برای اونا شاید این طرز فکر یه ذره عجیب به نظر بیاد، ولی ناراحتی من بیشتر از مثلا 1 ساعت 2 ساعت بیشتر طول نمیکشه.
میرم سر یه چیز دیگه. خیلی هم خوب. هیچ وقت این تجربه رو نداشتم که ناامید بشم. همین. خیلی هم خوب. خیلی دوست دارم چند تا سوال کوتاه ازتون بپرسم و با جوابهای کوتاه. البته خیلی هاشون اون سوالاتی که وجود دارم فکر نمی‌کنم خیلی جوابش بتونه کوتاه باشه، ولی دوست دارم کوتاه، چون فرصت کم داریم، در موردش صحبت بکنیم. چون حقیقتش اون مسیری که تو این پادکست ما داریم میریم یه مسیریه که فکر میکنم خیلی از بچه‌ها خودشونو تو این شرایط و خودشونو در اون مسیری که شما بودید میبینید. یه فردی که بلند میشه و مسیر طولانی علمی و زندگی شخصیش رو شروع میکنه، از ایران میره به استرالیا و از اونجا میره به آمریکا و در اونجا یک انسان موفق و یک مهندس موفق میشه. میخواستم ببینم که چه چیزایی که تو زندگیت هست و به خاطر اون خدا رو شکر میکنی، میگی که مرسی که اینها رو دارم. چه چیزایی هست که تو زندگیت هست؟ من خیلی خدا رو شکر میکنم که خانواده خوبی دارم. پدر و مادر، یه برادر دارم که اینجا تو آمریکا هست و اینکه سالمم. همین. بسیار بقیه چیزا میان و میرن. اصلا کار و پول و اینا خیلی برام خیلی خوبه، ولی اینجوری نیست که اصلا در حد اون سلامتی و خانواده نیست. خیلی عالی. اون ایدئالی که از بابک در نظر داری چیه؟ یا چی بوده که الان دوست داشتی بابک ایدئال اون باشه؟ بابک ایدئال، والا یه چیزی که من خیلی دوست داشتم که واقعا میدونم که خوشحالم میکنم هیچ فرصتی زندگیم براش نتونستم متاسفانه فراهم کنم و یاد بگیرم، موسیقی بوده. اگر بابکی که این خیلی علاقه به داره که مثلا از لحظات زندگیش استفاده بکنه، اگر میتونست یه چند تا حالت موسیقی هم بتونم بنوازم و خیلی خوب میشد، چون واقعا این روحیه رو دارم و هیچ وقت این فرصت پیش نیومد، چون واقعا کار سختیه و خیلی خیلی انرژی میبره و زمان میبره. به غیر از اون من از خودم با همه مشکلاتی که داشتم، با همه قول معروف شکست ها، پیروزی ها، من خیلی راضیم و هیچ یعنی فکر نمی کنم که اگر دوباره باز این مسیر رو بخوام از اول برم، همین مسیر رو میرم و همون مشکلات هم دوست دارم تجربه کنم. خیلی عالی. چه عادتایی که بابک دوست داره بشکنه و کدومو میخواد تو خودش پرورش بده؟ یه چیزی دوست داشته باشه تو خودش پرورش بده؟ من یه عادتی که خیلی دوست دارم و بهم آرامش میده کمک به دیگران و یه جوری هست که مثلا من برای یه کاری میکنم برای کسی، ممکنه مثلا 2 هفته بعد یادم بره که چیکار کردم. این انقدر فقط دوست دارم یعنی یه کسی موفق میشه، حالا از هر نظر، علمی، مالی، حالا هر چی کاری، و وقتی من میشنوم خیلی خوشحال میشم برای این طرف و دوست دارم که در آینده حالا فشار کاری یه ذره کمتر بشه که من بتونم بیشتر کمک بکنم به اطرافیانم، چون میگم به مزایاش به خودم اینه که خب خودم خوشحال میشم. خیلی عالی. تو آی تریپلی میگن باس یا لیدرشپ، کدومش؟ به من میگن لیدرشپ. بسیار عالی. باس برای اداره است. خیلی عالی. فکر میکنی چقدر برای رسیدن به اون رویاهای بزرگی که تو ذهنت هست فاصله داری؟ فاصله ای ندارم، باید فقط یه سری تغییرات توی نحوه زندگی. میگم مثلا رویاهای من توی زندگی اصلا رویاهای مالی، کاری، پوزیشن، مثلا کار و این چیزا نیست که من بگم حالا من مثلا باید 10 سال صبر کنم بشم مثلا وایس پرزیدنت یه شرکت یا مثلا پرزیدنت یه جایی. اونا برای من رویا نیست، یه هدف کاریه. منظور اگر اوناست که خب یه جواب دیگه دارم براش، ولی رویا برای من اینه که از خودم راضی باشم، از زندگیم راضی باشم و مهم اینه که یعنی کسایی که اطراف منن، کسایی که من میشناسم بتونم بهشون کمک کنم. این یه تعریف ساده از
از بابکه. ولی خب از نظر کاری بخوام چیز کنم، مثلا خب هر کسی یه اهدافی داره، منم یه هدفهای کاری دارم و فکر کنم توی 10 سال آینده 10-15 سال آینده بشه به اون اهداف کاری رسید. از نظر خوشحالی فکر نمی کنم خیلی تأثیری روی خوشحالی داخلی من داشته باشه، ذهنی من داشته باشه، چون من 10-5 سال پیش که دیرکتور نبودم. الان که خب اون هیجان دیرکتور شدن رفته، به خودم که نگاه میکنم ببینم که چیزایی که منو خوشحال تر کرده، دلیل این که من خوشحالم یه سری چیزای دیگه است که تجربهشو تو این 5 سال به دست آوردم و همین هم ادامه پیدا خواهد کرد. من دوست دارم دکتر قوی فکرم بیاد تو بحث. آقای دکتر سوالات شما؟ من والا یک سوالی که دارم میترسم وقتمون بشه احتمالاً سوال یه مقدار پاسخ کوتاهی نباشه، اونم این که آقای دکترشون در حوزه انرژی الان شما در واقع فعال هستید و اینها، یکی از بحثایی که خیلی تحت تاثیر قرار داده تمام حوزه‌های علم رو ورود در واقع هوش مصنوعی هستش و مخصوصاً به اصطلاح در این سالهای اخیر. چقدر در کار شما این تاثیر گذاشته و چقدر شما خودتون هماهنگ کردید با این بحثایی که وارد شده در این حوزه؟ بگم به نظرم مثلا 3 تا 4 سال پیش شروع شد. تاثیرش روی کمپانی‌های یوتیلیتی، شرکت برق، من 12 سال توی نشنال گرید که بودم، محمد جان فرمودم، اونجا ما از تکنیک‌های AI استفاده می‌کردیم برای اتومات کردن مثلا اپریشن پاور سیستم. خیلی از تصمیمایی که الان انسان میگیره برای شبکه برق، اینها میشه با یه سری الگوریتم‌ها و یه سری الگوریتمایی که برای ماشین لرنینگ استفاده میشه، اینا رو بیایم اتومات بکنیم. و حالا این اول کار هست. 10-15 سال دیگه شرکت‌های یوتیلیتی از این سیستم قدیمی که بوده که فقط برق رو بخرن از جنراتور رو بفروشن به مشتری، داره میره به سمت، همونطور که میدونین این تکنیک‌های گرید مادرنیزیشن که داره استفاده میشه الان و سنسورهای مختلف گذاشته میشه رو شبکه. دیجیتال دیتا خیلی، یعنی یک بخش خیلی قابل توجهی از اصلا اپریشن یوتیلیتی دیجیتال دیتا خواهد بود و این دیجیتال دیتا خب منوالی نمیشه، یعنی کسی نمیتونه بشینه پشت کامپیوتر و فقط دیتا آنالیز کنه و بگه که مثلا چیکارا میشه کرد چیکارا نمیشه کرد. اینا همش باید اتومات بشه. و یه مثالی که من الان میتونم خدمتتون عرض کنم که این کاری که من الان دارم میکنم برای کمپانی امپسیمان توی بلژیک، اومدیم یه تکنولوژی رو طراحی کردیم که پارشال دیسچارج رو توی شبکه دیتکت میکنه و با توجه به الگوریتم‌های AI که نوشته شده میاد لوکیشن اون پارشال دیسچارج رو با اکیورسی پلاس اور ماینوس 5 میترز میاد اینو دیتکت میکنه، میگه که شما مثلا 10 کیلومتر، حالا 10 مایل، حالا هر چقدر پایین‌تر فلان ترانسفورماتور پارشال دیسچارج داره شروع میشه. همه اینا با الگوریتم‌های AI بوده و ماشین لرنینگ، چون به اندازه کافی ما هیستوری دیجیتال دیتا داریم و میایم الگوریتم‌ها رو با اونا ترین میکنیم. حالا میگم خیلی زیاد میشه در این مورد صحبت کرد و من تجربه خیلی خوبی داشتم تو این زمینه، ولی یه جواب کلی بخوام بدم اینه که AI ماشین لرنینگ دیگه یه بخشی جدا ناپذیری از شبکه برق خواهد بود در آینده. منظور الان احساس نیاز شما، اون بچه‌هایی که در حوزه انرژی، مایکروگریدهای، اسمارت گریدها کار میکنن، احساس نیازی که الان هست، شما پیشنهادتون اینه چه تالنت هایی رو در خودشون پرورش بدن که بتونن به اصطلاح بر اساس اون نیازی که شما اونجا دارید مفید واقع بشن؟ ببین الان بیشتر کمپانی برق الان مثلا کسایی که کامپیوتر ساینس خوندن رو میان استخدام میکنن، یعنی حتی کسایی که اصلا از پاور سیستم سر در نمیارن، یعنی یا حالا سر در میارن یعنی که شاخه اون فیلد کاریشون یا فیلد تحصیلشون پاور سیستم نبودن هم میان استخدام میکنن، چون الان اون اسکیل ست، اون
دانش کامپیوتر ساینس نیاز هست توی شرکت های برق و الان میگم بیشتر که یعنی اون بخشای دیتا منیجمنت که داره تولید میشه و به وجود میاد توی شرکت های یوتیلیتی، کسایی که تو رشته کامپیوتر بودن یا حالا اینجا خیلی هم مهم نیست که شما مدرک لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا داشته باشین، بیشتر اون دروسی هست که پاس کردیم میتونیم مثلا یه سری درسای خارج از دانشگاه هم پاس بکنید و بریم تو اون فیلد کاری. مرسی. محمد شما منم دو تا سوال کوتاه دارم اگر اجازه بدید. خواهش میکنم. بابک جان، شما بالاخره این همه دستاوردهایی که داشتید، وقتی آدم به گذشته خودش فکر میکنه یکی دو تا مورد هستن که همیشه اون لبخند رضایت رو میاره بر لبان آدم احساس مثلا خوشحالی مضاعفی بهش دست میده. کدوم یک از دستاوردهاتون یه همچین حالتی رو داره که وقتی بهش فکر میکنید یه مقدار حال شما رو خیلی خوب میکنه؟ سوال خوبی بود. من اون موقعی که دوره PhD تموم شد و وقتی دفاع کردم خیلی حس خوبی به من دست داد، چون من اون یه مسیر خیلی ساده تر بود که میتونستم اونو برم و نرفتم به هر دلیلی که گفتم و اومدم به اون مسیری که هم خودمو بشناسم هم PhD رو بگیرم و خیلی سخت بود. به گذشته که نگاه میکنم میگم که خب واقعا سختی کشیدم تا به اینجا برسم و اون مدرک که گرفتم خیلی برای من ارزش داشت، چون میگم مسیری که رفتم واقعا سخت بود و خب خیلی یه خبر خیلی خوبی هم که بود این بود که یکی از نزدیکترین کسایی که من تو زندگیم دارم یه مشکل سلامتی براش پیش اومد، یعنی عزیزترین کس زندگیمه و وقتی که فهمیدیم که این مشکل که یه مشکل خیلی جدی بود با مداوا حل شد، انگار دنیا رو به من داده بودن و این شخص مادرم و خیلی یعنی هیچ چیزی توی زندگی منو خوشحال نکرده بود وقتی این خبر رو شنیدم. حالا اینو نمیتونم دیگه به حساب موفقیت خودم بذارم، یه خبر بود، ولی خواستم شیر کنم که هیچ وقت توی زندگیم انقدر خوشحال نشدم وقتی شنیدم مادرم این مشکل که خیلی مشکل جدی هم بود حل شده براش. خدا رو شکر، خداوند انشالله طول عمر بده به مادرتون و تمام مادران ایرانی. به مادرتون اشاره کردید و محمد جان هم پروفسور مکدونالد رو اشاره کردن. مسلما در این مسیر پرفراز و نشیبی که شما داشتید افرادی بودن که خیلی تاثیر گذاشتن، یعنی یه ترن پوینت هایی در زندگی شما ایجاد کردن. از اسامی اینها ما دوست داریم که بشنویم، بالاخره در حد یه اسم بردن شاید اصلا میهمان بعدی ما یکی از این اسامی باشن. بفرمایید، چه از اعضای خانواده، چه از اساتیدی که باشون در ارتباط بودین، چه یک دوستی در یکی از سفرهایی که با یک جمله شما رو تحت تاثیر قرار داده. من یادم پدرم هر وقت از سر کار میومد، حالا موقع من دیگه خب به چشم لطف نگاه نمی‌کردم، گفتم وای خدای باز دوباره باید بشینم تمرین حل کنم و فلان. یه صفحه تلگرام بودم موقع، رول کاغذ تلگرام روش برای من هر روز تمرین ریاضی می‌نوشت، از سر کار می آورد و من هر وقت به میومد خونه بعد میشستم تمرین حل می‌کردم و خب اون موقع عذاب بود برای من، بچه بودیم و نمی‌فهمم، ولی الان می‌بینم چقدر خوب بوده، چقدر رو دید من تأثیر گذاشت، چقدر کمک کرد من اون پیشرفت رو داشته باشم توی تحصیلم. مادرم هم خب معلم زبان بود و از همون بچگی دیگه حتما باید یه زمانی رو باید میذاشتم واسه یادگیری زبان انگلیسی و
حالا علاوه بر اینکه اینا عزیزان من درس زندگی یاد دادن مثل همه شما عزیزان، تاکید به تحصیل و درس خوندن از همون بچگی تو خانواده بود و وقتی همونطور که عرض کردم خب میایین توی محیط مثلا آیتریپلی و از خانواده جدا میشین، با شخصیت مختلفی آشنا میشین. از اساتیدی که من عرض کردم چند تا از اسما رو گفتم در ایران خیلی به من کمک کردن تا آمریکا که جان مکدونالد یکی از این عزیزان بود، دمیر نووسل که الان پرزیدنت کوانت تکنولوژی هست. اینجا خیلی هم یعنی از نظر کاری هم از نظر علمی به من کمک کرده و خب شخصیت زیاده، ولی این دو عزیز توی آمریکا به من خیلی یعنی منتورشیپشون رو خیلی دوست داشتم و خیلی به درد من خورد. خیلی عالی، خیلی لذت بردیم. من میخوام یه سوال چالشی بپرسم و اون اینه که امیدوارم که همیشه زنده باشی و همیشه در کنار پسر خوبت که امیدوارم که بعد از این مصاحبه بغلش کنی، از طرف ما ببوسیش. بابک بچه کوچیکی یه پسر شیرینم داره. اگه فکر کنی یه سال دیگه فقط قراره زندگی کنی، میخوای چی کار بکنی اون یک سال؟ سفر. بسیار عالی. سفر خیلی عالی. آره، چون منو خوشحال میکنه. توصیه من اینه که کاری بکنی که خوشحالتون، حالا منو سفر خوشحال. بسیار عالی. تو سال گذشته اون بلوک‌های ذهنی، اون مشکلاتی که داشتی و تونستی از پسش بر بیای رو کوتاه میتونی بگی چیا بودن؟ اصلا بوده؟ مشکلات که همیشه هست. بلوک‌های ذهنی، ببینید من یه عادتی که داشتم و هنوزم دارم روش کار میکنم اینه که وقتی یه کاری دارم انجام میدم خیلی روش تاکید میکنم که همه چی عالی باشه و کلی زمان میبره که مثلا مثلا جوابا همه چی درست باشه و فلان. و این روی وقتی شما توی صنعت میای کار کنی، بعضی وقتا میگن مثلا یا به اصطلاح اینا مثلا میگن ballpark estimate، یعنی یه تخمین به من بده. و من چون قبلا مثلا خیلی دیتیل داستان میرفتم، دوست داشتم که همه چی درست باشه، یه چیزی مثلا 1000 بار چک میکردم، یه ذره یعنی باید روش کار میکردم که بیام از اون مود خیلی جزئی، کسی که به خیلی به جزئیات توجه میکنه، بیام به ballpark estimate برسم. این حالت، یعنی این هم تو کار من تاثیر مثبت داشته، هم توی رو زندگی. و حالا بلوک ذهنی نمیشه گفت بهش، ولی یه چیزی هست که هنوزم دارم روش کار میکنم. خب ترجیح میدی زنده باشی تا کار کنی یا کار کنی تا زنده بمونی؟ من ترجیح میدم کار کنم که زندگی کنم، نه زنده بمونم. آره. چه چیزی تو زندگی، یعنی زندگی تو معنا میکنه، بهش معنی میده؟ دوست داشتن و عشق. زندگی کردن توی یک استخر کوچیک که یک ماهی کوچیک باشه یا یک ماهی کوچیک توی دریای بزرگ که پر از دنیای جدیده و اطرافش یک اطراف میتونه شلوغ و خطرناکی باشه. من خطر رو دوست دارم، همون ماهی کوچیک تو دریای بزرگ رو ترجیح میدم. چه کاری باعث میشه که زمان رو گم کنی؟ یعنی اصلا زمان مسی یا رونالدو؟ نه، من خودم بازی میکنم بیشتر و هر وقت میرم تو زمین یه راه مثلا 3 ساعت دارم بازی میکنم مثلا. حالا CR7 یا مسی؟ یکیشون کدوم؟ حالا با کمال احترام به بارسلونیایی عزیز، رونالدو.
از بچگی یعنی ورزش، یعنی مثل همه ما مثلا دیگه از فوتبال تو کوچه شروع کردیم تا الانش که ما تیم فوتبالمون یه 2 هفته پیش توی لیگ بوستون قهرمان شد. بله عکس‌ها رو دیدیم، مبارکه. مرسی. بعد والیبال، پینگ پونگ خیلی دوست دارم. حالا محمد جان گفتن میخوان منو یه بار ببرن، حالا ان شاءالله که همون میبینیم. من به چالش پینگ پونگ دعوت شدم توسط محمد جان، ولی ورزش رو خیلی دوست دارم. کلا ورزش اصلا یعنی هر هفته باید باشه. درسته. و از بین این آقای دکتر شهرهایی که مسافرت کردین، اگر بخواید یک شهری رو برای دوران بازنشستگی خودتون انتخاب کنید یا همیشه دوست داشتید که اونجا احساس خوبی بهتون دست داره در اون شهر، کدام شهر بود؟ من سن دیگو کالیفرنیا رو خیلی دوست دارم. از چون اصلا آب و هواش خوبه، یعنی خیلی سرد نمیشه مثل بوستون، و اصلا استایل زندگی اونجا یه ذره ریلکس تره. اینجا همش کار و اصلا معروفه شمال شرق آمریکا همه بدو فقط دارن کار میکنن، ولی برای بازنشستگی اونجا رو ترجیح میدم. خیلی هم یعنی ایرانی زیاده و فکر کنم اولین شهر برای زندگی اونجا باشه برام. بسیار عالی، خیلی ممنون بابک جان، خیلی استفاده کردیم و بسیار گفتگوی لذت بخشی بود. من تشکر میکنم. محمد جان صحبت پایانی با شما. من دوست دارم چند تا کلمه بگم و بابک حسشو کوتاه در نهایتا 2 کلمه بگه. وطن، عشق، IEEE، پیشرفت، خانواده، عشق زیاد. خیلی خوشحالم که تونستیم این پادکست رو با میزبانی جناب دکتر قوی فکر و من و مهمان عزیزمون دکتر بابک عنایتی، وایس پرزیدنت IEEE پاور اند انرژی در بخش ایژوکیشن و همچنین دایرکتور آف انجینیرینگ نیولیف انجینیرینگ و یکی از مهندسین و شخصیت‌های علمی برجسته در ایرانیان برجسته در آمریکا رو داشته باشیم. ما بسیار از این مصاحبت لذت بردیم و امیدوارم که بتونیم هر چه زودتر دوستان دیگری از اقصانوات جهان رو داشته باشیم، ایرانیان موفقی که حضور دارن و بتونیم از تجربیات اونها استفاده کنیم. خیلی گفتگوی دوستانه و لذت بخشی بود. امیدوارم که سرتون درد نیاورده باشیم و به امید اینکه دوباره همدیگر رو ببینیم. آقای دکتر قوی فکر در خدمت شما هستم. نه، منم تشکر میکنم. اجازه بدین این لحظات باقی مانده رو از بابکشان خواهش کنیم اگر سوالی نپرسیدیم، مطلبی باقی موند یا اگر دلگویی خاصی دارند رو ما به اصطلاح بشنویم. واقعا دست شما در نکنم محمد جان، امی جان، درود بر شما. من خودم واقعا لذت بردم. امیدوارم که کسایی که به این پادکست گوش میدن هم استفاده کرده باشن. یک توصیه فقط به همه دارم، اونم اینه که هر جای دنیا هستین فقط یادتون نره اون چیزایی که خوشحالتون میکنه رو پیدا کنین و اونا رو انجامش بدین. زندگی اینطوری نیست که 20 سال 30 سال ما کار کنیم برسیم به 60 سالگی تازه بگیم که پول داریم یا مثلا به یه جای رسیدیم بیایم استفاده کنیم. اون موقع دیگه دیره و از همین الان شروع کنین. حالا میگم برای من یه سری کارا بود که خودم پیدا کردم مثل سفر و ورزش و این چیزا. برای همه خب شخصیت فرق میکنه، اونا رو پیدا کنین انجام بدین و ما فقط یک بار میایم توی دنیا و مهم اینه که خوش باشیم و به خودمون برسیم، به خانوادهمون برسیم و نذاریم که چیزای دور و برمون، شرایط زندگی ما رو حالا اذیت که میکنه ولی نذاریم انقدر اذیت بکنه که از خوشیامون بزنیم. مرسی از همتون. مرسی از شما، مرسی از دوستانی که به ما گوش میدن. زودی در قسمت‌های بعدی پادکست اینسپایرینگ جرنی در خدمت شما خواهیم بود. روز و روزگار خوش، همیشه سالم و موفق باشید. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم. با امید دیدار دوباره و خدا نگهدار.
سلام، به پادکست اینسپایرینگ جرنیز خوش اومدید. با سری